بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خداوند به نهایت سپاسگزار و شاکر هستم که توفیق نصیب شد تا در خدمت شما عزیزان علاقمندان قرآنی و قرآن باشم. خیلی از دوستا قرآن را میتونن بخوانن از رویشی، یعنی دوخانه و روانخانه میتونن، ولی تجویدش ضعیف هستن و یا تجوید را عملی نمیتونن در قرآن. تجوید علم ضروری برای هر مسلمانی است که میخواهد قرآن را به صورت دقیق و درست بخوانه. علم تجوید از ما کمک منه تا کلام خدا را با دقت، زیبایی و احترام خاص تلاوت کنیم. یادگیری تجوید نه تنها یک وظیفه دینی و فردی هر مسلمان است، بلکه باعث ارتقاء روحی و معنوی هر فرد میشه. تجوید حلیت القرآن سطح 1 است به روایت حفظ از عاصم. درس اول آغاز تلاوت. برای آغاز تلاوت مستحب است که ما قبل از تلاوت استعاذه کنیم. استعاذه در لغت به معنای پناه بردن است. استعاذه در لغت به معنای پناه بردن و در اصطلاح قرائت عبارت از گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است. در اصطلاح قرائت گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی از شر شیطان رانده شده یا از شیطان رانده شده به خداوند پناه میبرد. این معنای استعاذه شده. اصل استعاذه دوستای عزیز گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که قبل از تلاوت انجام میشه. البته اصل استعاذه باید در قلب و نیت قاری واقع شود و همزمان بر زبان جاری گردد. این نکته خیلی مهم است. این بود یک موضوع بسمله استعاذه باشیم. موضوع بعدی هست بسمله. بسمله در لغت به معنای نام خدا را بر زبان آوردن هست. همونطور که همه شما عزیزا خبر داریم که پیش از اینکه ما کتاب بخوانیم، مثلا نان بخوریم، ما بسمله مونیم، یعنی نام خداوند را بر زبان میاریم. پس بسمله در لغت به معنای نام خدا را بر زبان آوردن هست و در اصطلاح قرائت عبارت از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است و اصل بسمله امی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی به نام خدای بخشنده و مهربان. این معنای اصطلاحی بسمله است. گفته که مستحب است قاری قرآن پس از استعاذه و قبل از تلاوت آیه عبارت فوق را بخواند. خب اینجا گفته که قاری قرآن بعد از استعاذه، وقتی شما استعاذه کردین، استعاذه را خواندین، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را خواندین و قبل از تلاوت، قبل از اینکه آیه قرآن را بخوانین، مستحب است که شما بسم الله الرحمن الرحیم بخوانید. البته بسمله در آغاز تمام سوره های قرآن بغیر سوره توبه همراه با سوره نازل شده و خواندن آن واجب است. خب ما در قرآن 114 سوره داریم. از 114 سوره فقط سوره توبه بدون بسمله نازل شده، یعنی در آغاز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده و نازل نشده. پس در آغاز همه سوره ها بسمله واجب هست، بدون سوره توبه بدون بسمله نازل شده است. سوره توبه برخلاف بقیه سوره های قرآن بدون بسمله نازل شده و گفتن بسمله در آغاز آن ممنوع است، یعنی گفتن بسمله در آغاز سوره توبه ممنوع است. و دلیل از اینکه چرا در سوره توبه بسمله نازل نشده، بسمله گفته نمیشه، این است که ما بسمله را گفتیم که نام خداوند را بر زبان آوردن هست، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و مهربان. در سوره توبه خداوند از بعضی انسان ها قهر است و آیاتی که در سوره توبه نازل شده و آمده مطابقت نمونه
همخوانی نداره از لحاظ معنایی با کلمه بسمله که است به نام خداوند بخشنده و مهربان. این بود درس اول امروز، تجوید سطحیه که هلیت القرآن سطحیه. تا دیدار بعد، خدایار و نگهدارشون.